پیامبر صلی الله علیه و آله در حدیث میگوید عرضت علی اعمال امتی فوجدت فی محاسن اعمالها اماطة الاذى عن الطریق. یعنی عملهای امتان من برای من پیشکش کرده شد و دیدم که یکی از بهترین عملهای امتی من این است که بدیها رو یا که آزاردهنده رو، بدبویی ها یا خور و خس و چوب و سیم و هر چیزی که باشد، هر چیزی که راهرو رو آزار میدهد، این آزاردهنده از راه برای راهروان رو دور میکند. کسی برای مسلمان تاکید نشود که چیکار نکند؟ در راهرو مردم پیشاب نکند، یا که در آب پیشاب نکند، زیر درخت پیشاب نکند. چرا که اون زیر درخت نفر میشیند و شاید میوه اون درخت در اونجا بافتد و باید که مسلمان همیشه باید احتیاطکار باشد، تازه کار باشد. برای بیرون رفتن جای مخصوص است، جای مخصوص برود، تشناب برود. هر جا سر راه یعنی بدبویی ها یا که راه و زیر درخت و آب و جای جمعیتی و راه رو و این همه یعنی اسلام منع کردگی است، حرام است. میگوید که پیشاب کنید. یعنی حرام است چی؟ عاصی میشوید، گناهگار میشوید. عاصی و گناهگار شدید چی؟ ناکام میشوید، بدبخت میشوید. ناکام و بدبختی چی؟ بیمار میشوید، خسته میشوید. باید از اینو پرهیز کنید. و حتی یعنی چیز در لباس گفتیم پروردگار میگوید استعیذ بالله و ثیابک فطهر، یعنی لباست رو پاک نگه بدار. لباست از بدبویی ها باید پاک باشد. لباست باید همیشه خوشبو باشد. یکی از سنت های پیامبر علیه السلام خوشبویی هست. بعضیا متاسفانه از روی نادانی یا که نمیدونم از روی چی باشد، وقتی که نفری خوشبویی کند میگه دایی کیمچی دایم خوشبویی میکند. خوشبویی میکند طبیعتش خوش است. حالا اون خوشبویی میکند تو هم بهره‌مند میشوی از خوشبویی اون. برای مخصوصا زنها در کوچه هم من است که خوشبویی نکنند، درست، لیکن برای مرد من نیست. اونم به خاطری است که اگر اون خوشبوییش رو برای جلب مردای بیگانه نامحرم اگر یعنی استفاده کند حرام است. لیکن در خانه‌اش برای اهل خانواده، شوهرش، فرزندانش، در حضور فرزندانش، محرمانش در خانه هر نمودی خوشبویی باید هم خوشبویی کند. برای شوهرش باید خوشبویی کند. خوشبویی کردن برای شوهرش در خانه تازه آزاده خانه رو خوشبویی کردن یا لباسایش رو با خوشبویی معطر کردن این عبادت است. اجر میگیرد، ثواب میگیرد. این بسا چی هست؟ اجر و پاداش زیاد دارد. حتی ببینید در طعام، یعنی طعام رو حالا اسلام تاکید میکنه که پف نکن. حالا پیش لابراتوری ها و کشفیات علمی و سنجش ها و این همه نبود. حالا فعلا وقتی که علم کشف میکنه که پف کردید یعنی از همون نفس انسان با نفس یعنی جرمای ضرر آور، میکروبای ضرر آور به طعام میگذرد. چنین نکن میگوید. حالا پیش نه میکروب میدیدن، نه جرم میفهمیدن، نه دیگر لابراتوری نبود، یعنی سنجش های علمی دقیق نبود. لیکن پروردگار بهتر میدوند از اول تا آخر. پروردگار همه رو میدوند. برای همین با پیامبرش گفت که این نکن، این نکن، این نکن، اون رو بکن، اون رو بکن، اون رو بکن. این از واجبات دینی مسلمان است. حالا وقتی میگوید که شما آبی هست، ظرفی هست یا خوراکی هست، رویش رو کشیده نمون، بالایش رو کشیده نمونید. حتمی بالای اون شب بالای اون پوشیده باشد. چرا که شیطان و جین و دیگر یعنی به اون طعامی که رویش یا بالایش کشیده هست ضرری میرساند، مکروه میشود، مضر میشود. حتی میگه پیامبر صلی الله علیه و آله در حدیث است میگه وقتی که از خواب خیستید دستای ناشسته دستتون رو به هیچ خوراکی نزنید، به هیچ آبی ناندازید. حالا فرض کردیم آب در سطل باشد، دستای ناشسته در دخته و یا که نوشیدن یا که در رود چپیدن یا در دیگر کار کردن، این دست ناشسته رو هیچ وقت در آب نزن. مخصوص آب قطعی دستایت رو بوشو، بعد دیگه هر کاری که میکنید بکنید. خود خراب میپزید، خود چایده میکنید. دستی نشوشته نی.
باید حتمی کاری اولی که میکند انسان از خوابش خیست باید که دست رویش رو بشوید. مسلمان که از خواب خیست الحمدلله الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیه النشور لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. با مجردی از خواب خستن در جوگه خواب این دعاها رو باید بگوید و کاری که میکند بعد برود دست رو طهارت کند باید، یعنی بدنش رو پاک کند، بعد به هر عملی که شروع میکند شروع کند است. و ما طهارتی پیش از طعام داریم، طهارتی بعد از طعام داریم. الوضوء قبل الطعام والوضوء قبل بعد الطعام، یعنی قبل از طعام بعد از طعام طهارتی، یعنی قبل از طعام و بعد از طعام عبارت فقط از شستن دست است که پیش از طعام دستایت رو بشو، بعد از طعام حتمی دستایت رو بشو. این اجر دارد، این ثواب دارد. هم سلامتی خود انسان است که انسان سالم زندگی میکند، بدن سالم میباشد و عصب هم آرام میشود. وقتی دست شستید خورده، بسم الله گفتید خورده، تمام همون طعام برات شفا میشود. و هم مهم اساس یعنی در فکرت هست که دستم شستگی هست، هیچ ضرری برای من نیست، این هم مفید است.